شوربه را چی شور کرده؟ نمک شور. نمک چی شور کرده؟ فلسفه وجود. فلسفه وجودی خلقتش شوریست. شور است. اگه شور نباشه نمک نیست. اگه آفتاب روشن نباشه آفتاب نیست. اگه خدا خالق نباشه نعوذ بالله خدا نیست. الله نیست. پس فلسفه خداوند به خالق بودنش است. گفت تو خدای پیدا کرده میتونه که دیگه سوال کردم ما 14 سال شیوعی تحصیل کردیم زمان کمونیستا با ما اوجش و تو خدای پیدا کرده میتونن که مثل خود واره گفتم اگر پیدا کنه اون مخلوق است از یک پیدا میشه اون مخلوق است ذات خدا به خالق بودنش خداست. تالار کف زد چک چکشون پیش من باز خواسته باشه میتونید از تلویزیون تا نشرش کنین کل تالار کل کمونیستا جای خود خیسن چک چک یک 12 نفر از منجز برآمد. ما میخوایم که سر مطالب صحبت کنم به 49888 مسلک در جهان وجود داره ما در پیداگوژی خواندیم مثلا ریاضی 343 مسلک است کمره چند و کمره است ریاضی علم نیست بله چرا علم نیست به خاطر این چوب است ایره فیزیک از درخت یک مکعب جور کرده کیمیا ایره در میته به خاکستر تبدیل میکنه بیولوژی و ماجرا و اینا مورد مطالعه قرار میده اما همش بساط ریاضی است اما در ریاضی تو حاکمیت نداری که 5 جمع 5 11 بسازی 5 5 دست قبل از میلاد 10 بعد از میلاد کائنات که از بین بره این نمی باشه اما ریاضی از بین نمیره به خاطر که از چهارمین کتاب آسمانی ازت پرسان میکنه کلمه 4 از بین نمیره از 5 وقت نماز ازت پرسان میکنه کلمه 5 از بین نمیره کائنات نبوده پروردگار بوده این میره در ریاضی میخوایم بسازم اول هم ریاضی رو بگیم علم نیست چون انسان ها نمیتونه درش تغییر بیاره فشار تشکر میکنم من رو میگه گاوا که میخوایی که شیرش بخورین سیلا کنین نشد شیرش بخورین اگه بخواین قسمی چیزا رو میدا میکنه چرا خدا گاوا میگم باز یادداشت کنین که چرا خدا گاوا تربیتش کردم یادداشت کنین الله بالا گپای ما شما یادداشت کنین هر کدوم من نمیتونم که براتون تشریح کنم بگم اشاره میدم وقتی که فشار ما صفر شود خدا رو براتون ثبوت میسردم به خاطر دادم و ثبوت خداوند است که میون همین اون اول ما فشار ما که صفر میشه استاد محترم فشار ما که صفر میشه ما میمرم ولتاژ صفر میشه برق میشه امپیر موتور صفر میشه استاد میشه هر چیزی که توانش صفر شود چی میشه از بین میاد خود کلی خبر داشت شما در مجلس با هستین توان هر چی که صفر شود چی میشه جان که طاقتش صفر شود چی میشه جان با طاقت صفر چند میشه کی ریاضی میفهمید سوال بالا کنه بچا ریاضی رو نمیدونید زنده باد مرد ستا این در بین یک تا کنه بر خارج یک نفر در بین شما میگم